الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله سبحانه وتعالى این حلقه 105 از آموزش توحید است و ان شاء الله سبحانه و تعالی این حلقه قسم 7 از بیان مسائل عبادت است. بله ای بنده الله، وقتی که عبادت را فهمیدی و از همه جانبش درک کردی و توانستی که عبادت ها را تنها و تنها به الله سبحانه و تعالی انجام بدهی، بدون که موحد گشتی. اما وقتی که کسی عبادت را از غیر عبادت جدا کرده نتوانست و عبادت را خوب به فهم صحیح نفهمید و عبادت را به غیر الله سبحانه و تعالی انجام داد و یا عبادت های را انکار نمود که عبادت است و به غیر الله باز انجام داد، بداند که به شرک واقع شده و در این دنیا و آخرت به عذاب دردناک گرفتار خواهد شد. پس موضوع امروزه ما دو مسئله جدید در باب عبادت است. اولین مسئله این است که عبادت این بسیار مسائل را در بر میگیرد. علما میگن که شامل شدن عبادت در اسلام و شامل شدن همه عملهای شرعی به عبادت. سوره انعام آیه 16 را شما نظر بکنید که الله سبحانه و تعالی میگوید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. بگو ای محمد که همانا نماز من و نسک من و حیات من و مرگ من همه اش به الله رب العالمین است. نماز رو باید به کی انجام بدهید؟ به الله انجام بدهید. نسک رو به الله انجام بدهید. نسک چیست؟ نسک همه اون عبادت هایی که از شعائر تعبدی هست: حج، عمره، ذبح، قربانی. اینها نسک گفته می شود. یعنی حیات شما و این چنین مرگ شما باید به خاطر الله باشد. سبحان الله. ابن القیم الجوزی رحمه الله در زیر همین آیات میگویند: مقصود الآیه أنه أخبرهم أن أفعالي وأحوالي لله وحده لا لغيره كما تشركون أنتم به. مقصود این آیات این است که همانا که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم خبر دادند به مشرکا خبر دادند که همه فعل من، همه عملهای من، همه کردوکار من و احوال من، حالت من، تمام تغییراتی که در زندگی من می شود، همه اش به خاطر الله یگانه است، نه به خاطر غیر الله. یگان فعلی را، یگان عملی را و یگان تغییریابی را به غیر الله انجام نمیدیم. چگونه که شما ای مشرکین عملهایتان را به غیر الله انجام میدهید و تغییریابی شما به غیر الله است. الله المستعان. این آیت یک آیت قوی و واضحه که به من و شما میفهماند که باید تمام عمل ما، بزرگترینش و کوچکترینش، خاص برای الله باشد. نسک ما، شعارهای بگویم شعائر تعبدی از ذبح و قربانی و حج و عمره و عبادت های ما، نماز ما یگانه به کی باشد؟ یگانه به الله باشد. و این چنین
تمام جانب حیات ما، جانب اجتماعی، جانب اقتصادی، جانب سیاسی این حیات ما باید به الله باشد، به خاطر الله باشد، نه به غیر الله سبحانه و تعالی. و این امر الله است که الله به رسول الله امر کرده است که باید نمازت، قربانیت، حجت، عبادتت و حیاتت و بعد از این مرگت واجب است، این فرض عین است که همه این عملها تنها و تنها به الله انجام داده شد و به خاطر الله انجام داده شد. مرگ انسان باید به خاطر الله باشد. وقتی که انسان وفات میکند به خاطر الله وفات میکند و برای الله وفات میکند، در حالت ایمان و اسلام، در حالت استقامت وفات میکند. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، شما وفات نکنید مگر اینکه در حالت اسلام وفات بکنید. مرگ انسان به خاطر الله باشد و به الله باشد. این به ما میفهماند که مرگ انسان به خاطر وطن نباشد. وطنهای طاغوتی که امروز هست، هر کسی که به خاطر وطن میمرد او به خاطر الله مرده است یا که به خاطر وطن و دفاع وطن، به خاطر وطن و دفاع وطن طاغوتی کفری، پس این یک عملی را به غیر الله انجام داده است که این مرگ به غیر الله است، شرک است. به خاطر ملت وفات کرد، به خاطر حزبش وفات کرد، به خاطر اوثان وفات کرد. سبحان الله، چقدر وثن‌های هستند در این زمان ما که مردم به فتنه‌های این وثن‌ها گرفتار شدند و از دین خود دور شدند و به شرک و کفر واقع شدند، در حالتی که الله سبحانه و تعالی به آنها یگان حجت نفرستاده و سلطانی ندارند. پس معنای این آیت بزرگ است. هر یک مرد و زنی مسلمان باید در بالای این آیت سوره انعام آیت 16 تأمل و تفکر بکند، فکر بکند که الله چگونه واضح گفته است که ای محمد به مشرکا خبر بده که از تو یگان ذره امید نکنند که یگان عمل را به خاطر اونها انجام بدی. امید اونها را کنده بکن، اونها یک ذره به تو امید نکنند و تو هم به اونها روی خاطر نکن و به اونها امید نبخش. و این امر این معروف است در قاعده اصول فقهی که هر امری که الله به رسول الله کرده و خصوصیت را بیان نکرده است، این امر اینچنین به امت رسول الله صلی الله علیه و سلم تعلق دارد. برای آنکه یگان دلیل دیگری نآمده است که این را خصوص به پیامبر بکند. از همین جهت این امر به من شما است، به من شما واجب است و یعنی فرض عین است که همیشه بگوییم و عمل نماییم که نمازیم و نسکیم و از قربانی و ذبح و حج و روزه و از دیگر شعائر تعبدی و حیات ما و مرگ ما برای الله است. حیات ما چی؟ حیات انسان امروزه، حیات ما از حیات اجتماعی، حیات فرهنگی، حیات اقتصادی، حیات سیاسی ما باید چی باشد؟ به الله باشد. در اقتصاد به شما واجب است که به حرام دست نزنید، مخالفی قانونهای الله، شریعت الله نبرید، حرام الله را حرام و حلال الله را حلال بگویید. در سیاست باید شما به فرموده الله کار بکنید، سیاستتون موافق سیاستی سبحان الله ساخته الله سبحانه و تعالی باشد. سیاست شما سیاست شرعی باشد، سیاست اسلامی باشد. هر سیاستی که از شریعت بیرون است و مخالف شریعت است، این سیاست پس سیاستی که به خاطر الله نیست. سیاستی که به خاطر الله نیست پس این سیاست شرکی هست. سیاستی که به فرموده الله راست نمیآید پس این سیاستی که به فرموده شیطان رفته، این سیاست شرکی است. و چقدر زیاد هستند امروزها جوانهایی که خود را مسلمان میگویند اما در باب سیاست به شرک غوطه زدند. و این چنین فرهنگ و تعلیم گرفتن باید همه جانب حیات شما باید به الله باشد و باید مرگ شما به خاطر الله باشد. ای جوانهایی که امروز به خاطر وطن، به خاطر ملت، به خاطر قوم میمیرید، بدانید که این مرگ شما مرگ جاهلیت است و این مرگ در کفر است. مرگ انسان باید به خاطر توحید، به خاطر اعلاء کلمت الله باشد، به خاطر الله باشد، نه به غیر این.
نظر بکنید به سوره بینه آیه 5 که الله میگوید و ما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء و یقیموا الصلاة و یؤتوا الزکاة و ذلك دین القیمه. ما امر نکردیم مگرم به خاطر این که یگانه الله را عبادت بکنید، یعنی در عبادتتون توحید داشته باشید، توحید العباده. انا همین عبادت هایی که ما به شما بیان کردیم توحید داشته باشید، یعنی عبادت ها رو یگانه به الله انجام بدید. یعنی میگه که الله فقط امری که ما به شما کردیم همین است که یگانه الله را عبادت بکنید و عبادت رو یگانه به الله انجام بدید. و بعد از این مخلصین له الدین حنفاء، لیعبدوا الله مخلصین، خالصانه. یعنی اخلاص چیست؟ ضد شرک است، ضد اخلاص شرک است. یعنی عبادت را انجام بدید که در عبادتون ذره شرک وجود نداشته باشد. و تمام دین عادتا وقتی که کلمه دین در قرآن و سنت استفاده میشد معنای حکم رو میتید در اکثر وقت، یعنی همه حکم و امر این از آن الله هست. سبحان الله. و نماز بخونید و زکات رو بدید و انمین از دینی پاک. از همین جا فهمیدیم که عبادت این فقط سبحان الله جانبی سجده کردن و روزه گرفتن و حج رفتن و به مسجد داخل شدن نیست یا تراویح خواندن نیست، بله امروز مسلمان ها از امت محمد صلی الله علیه و سلم از حقیقت توحید عبادت بیخبر موندند، جاهل موندند. در بین امت اسلام جهل فرا گرفته و حقیقت توحید عبادت را نمیدانند، نه حقیقت توحید و نه حقیقت عبادت را و نه حقیقت توحید عبادت را. ما در این حلقه های زیاد که طولانی شد، از 100 گذشت شد و زیاد شود، به شما مفصل شرح داده ایستاده ایم که حقیقت توحید ربوبیت و الوهیت و اسما و صفات این است و حقیقت عبادت این است. ای برادرم و خواهر عزیزم، وقتی که حقیقت توحید و حقیقت عبادت را فهمیدی، پس عبادتت را با توحید انجام بده، توحید در عبادت را انجام بده، یعنی عبادتت را خاص به الله انجام بده. بله امروز با مرور زمان و با دور شدن زمانه از عصر اول، از قرنهای طلایی و از زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم، حالت امت اسلام روز به روز بد شد و اینچنین در این زمان ما حمله های گوناگون برای گمراه ساختن مردم برنامه ریزی شده است. حمله هایی که برنامه ریزی دارند و راه های مخصوصی را دارند که به همین برنامه و راه های مخصوص مردم مسلمان را از حقیقت این دین بیخبر میکنند و گمراه میکنند. البته کفار برنامه ریختند و این برنامه را کی میبرد پیش؟ خودی اون کسایی که به امت محمد صلی الله علیه و خود را نسبت میدهند، یعنی به نام مسلمان ها برنامه کفار را پیش میبرد. و بزرگترین این سبحان الله مشرکین که برنامه کفار را پیش میبرد و حقیقت دین را نابود میکند و مردم را از دین دور میکند و فتنه میافکند، این رافضه است. اما رافضه را فهمیدید؟ شما گمان نکنید که با همین رافضه تمام است. وقتی که رافضه را فهمیدی به همین خلاص نه. بدانید که در بین شما انسان‌هایی میگردند که از قوم شما هستند، از همون قبیله شما هستند، پوستشون مثل پوست شماست، رنگشون مثل رنگ شماست، زبانشون مثل زبان شماست، اما تعجب نکنید که اونها خدمت کنندگان و نقش اجرا کنندگان نسبت کفار هستند. نقشه های کفار را در بین شما اجرا میکنند و مردم را از دیر دور میکنند. اینها کسانی هستند که از اهل کلام، فلاسفه، منطقی ها، کسانی که قرآن و سنت را انکار میکنند، آشکار از اشعری ها و ماتریدی ها و صوفی های قبوری و اینچنین از علمای طاغوت پرست که آیت قرآن را انکار میکنند و گفت یک طاغوت را حق میشمارند. این همه یک حمله بر دین است، یک ضربه بر دین است و هجوم کردن بر دین است و این همه به خاطر اینکه انسان‌هایی که به نام مسلمان هستند
در خواب باشند، گمراه باشند، حقیقت دین را نفهمند. زیرا که وقتی که حقیقت دین را مردم نفهمیدند، کفار کرسیشون آرام است، زندگیشون آرام است، مرتدین و منافقین کیف و صفایشون دوام دارد. اما زمانی که مردم حقیقت دین را فهمیدند، والله بالله تالله در روزهای کم و بشمور اونها را چپگردان خواهند کرد. و این چنین امروز فرقه های زیادی گمراه گشته از علمانی ها به وجود آمده است. خود را مسلمان میگن لیکن علمانی هستند. علمانی یعنی چی؟ سکولاریست. اینهایی که میگن دین از دولت جدا است. از جهت دیگر میبینید که صوفی ها وجود دارند، مرجئه ها و جهمی های طاغوت پرست ها وجود دارند. این همه حمله میزنند به دین و حقیقت دین را سبحان الله از بین مردم نابود میکنند. و این همه سبب شده است که مردم دین را خطا فهمند و بسیار فهمهای شرعی، بسیار مفاهیم شرعی و دلیلهای شریعتی، دلیلهای شرعی که صحیح بود، آهسته آهسته گویا به نظر مردم این دلیلها و این مفهومها غلط بشود و ناصحیح بشود. یعنی چیزهای درست را نادرست فهماندند. و یکی از اون چیزهایی که نادرست فهماندند این عبادت است. والله یکی از سببهای گمراهی این امت امروز این خطا فهمیدن کلمه عبادت است. زیرا که عبادت را منحصر کردند در یک دایره کوچکی، به مانند دایره این که گفتند عبادت فقط این از مناسک است، یعنی از شعائر تعبدی به مانند حج و عمره و ذبح و قربانی و عید، روزداری و عید کردن و نماز جمعه و در درون مسجد نشستن و عزا داشتن و قرائت قرآن، یعنی مساجد و عبادت رکوع و سجود. و گفتند که به عبادت داخل نمی شود، به مسمای عبادت داخل نمی شود. گفتند مسائل قانون براری، مسائل حکم، مسائل اطاعت کردن یعنی پیروی کردن، مسائل تحاکم یعنی مراجعه کردن به محکمه، این مسائل گفتند به عبادت هیچ تعلقی ندارند. ببینید چگونه کلمه عبادت را تحریف کردند و بزرگترین عبادت ها را به یک طرف گرفتند و گفتند عبادت نیست، و دیگر عبادت هایی که فقط به خود انسان تعلق دارد و به جامعه تعلق ندارد مرحمت گفتند بکنید. از همین جهت است که امروز مسلمان اگر در کجای دنیا نباشد، خواه در جایی که تولد شده، خواه در دیگر دولت های کفری، سبحان الله در بدترین دولت کفری، حتی در همون خطای یا در روسیه، در امریکا، ریش را گذارید یک وجب موافق سنت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم، مویتون را دراز بکنید، شیمتون را کوتاه بکنید، 5 وقت نمازتون را در مسجد خوانید و شما همچنین فکر داشته باشید که عبادت فقط همین است: حج، روزه، عید، نماز جمعه و ظاهرا لباس و قرائت کردن یک نصیحت و آداب و اخلاق است. قسم به الله یگان ذره به شما از جهت کافر ضرر نمیرسد. شما را نه حبس میکنند نه به شما ضرر میرسونند. شما آزاد هستید و زندگی میکنید و شما را کفار دوست دارند، برای اینکه نقشه کفار همین است که همه مسلمان ها همچنین شوند. به امریکا روند، همه به اروپا روند، به خطای می روند، روسیه کجای نروند، همه آزاد است. اما زمانی که شما گفتید که قانون برآوردن این عبادت است، یعنی قانون التشریع این همش از جانب الله است، اطاعت کردن به قانون الله عبادت است، این قانون از آن الله است، پس هر کسی که قانون می برآورد ضد الله سبحانه و تعالی برآمده و خودش را مبارز به الله کرده، یعنی خودش را به درجه یک اله برآورده و گفته است که قانون برای من هستم و بر ربوبیت الله سبحانه و تعالی مبارزه میبرد و کفر ورزیده و مشرک شده است. برادران عزیز، بگویم امر، نهی، حکم، تنظیم، این همه چیز از ربوبیت الله است و معنای کلمه رب هم همین است: سید المطاع، الامر، الملک، یک ذاتی که به او اطاعت کرده می شود، ذاتی که نظام و ترتیب دارد و مالک است و امر میکند و نهی میکند و چیزی رو که حلال یا حرام میکند و عقاب میبرارد و حدود میبرارد و جزا رو میبرد. این کی است؟ الله است. یک کسی دیگری بیاد و قانون برارد، البته که این مخالف الله کرده و خودش رو اله اعلان کرده. سبحان الله. پس به قانون الله
تسلیم شدن به توحید الله، تسلیم شدن انمین اسلام است و انمین عبادت است. اما کسی که قانون برآورد پس به شرک واقع شد، خودش رو با همراهی الله قانون برآور کرد. یک مسلمان امروز بگوید که قانون برآوردن این شرک است، قانونی که امروز در پارلمان ها میبرند این شرک است و همون در پارلمان نشسته و مشرک هستند، پس ببینید که کفار با تمام لشکرش ضد شما هجوم میکند و البته که این چنین لشکرهایش از صوفی های قبوری و مرجئه های جهمی به شما هجوم میکنند. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه این کلمه شما عرش اونها رو به لرزه در آورد، کرسی اونها رو، سیاست اونها رو به لرزه در آورد و این سرشوی عزت است. اونها حس کردند که شما آهسته حقیقت رو فهمیده ایستادید. ببینید فهمیدن عبادت چگونه ضرور است. حکم رو فهمیدید که حکم کردن به حکم الله این عبادت است و حکم کردن به حکم غیر الله این شرک است و این چنین اطاعت کردن به غیر الله سبحانه و تعالی مطلقاً این بگفتیم در حالت‌هایی که مخالف امر الله و رسول باشد این شرک است. باید اطاعت ما به الله و رسول باشد و به هر کسی که اطاعت میکنیم در نشانداد الله و رسول اطاعت میکنیم. ما کسی رو مطلقاً فقط به خاطر خودش اطاعت نمیکنیم، به امیر به عالم پیروی میکنیم، اطاعت میکنیم به خاطر اینکه همون امیر و عالم اگر از مسلمان ها باشد و از قرآن و سنت به ما سخن کند، اما قانون خودش رو ما قبول نداریم هیچ کسی رو. قانون ما قانون الله برآورده و رسول الله صلی الله علیه و آله از جانب الله به ما خبر داده است و به محکمه مراجعت کردن این عبادت است، به محکمه الله و رسول. اما کسی رود به محکمه غیر الله و رسول مراجعت بکنه این شرک است. پس ببینید که این همه نمود عبادت ها رو کفار میخوان که ما بگیم که نه این عبادت نیست، این یک چیزی عادی است. پس انسان از همه جانبی حیاتش باید به شرع الله، به شریعت الله سرخم بکند، عمل بکند. پس از همه جانبی حیاتش در تمامی مشکلات جانبی حیاتش به محکمه الله مراجعت بکند. پس این کس بنده الله است. اما انسانی که در یکی از جانب حیاتش مراجعت میکند به محکمه طاغوتی، اگرچه یک جزء از جزئیات حیاتش باشد، پس این غیر الله را عبادت کرده و مشرک شده است و مشرک به الله شده است. سبحان الله. و داخل به عبادت طاغوت شده است. وقتی که به محکمه غیر الله و رسول، به محکمه طاغوتی و شرکی و جاهلی کسی که مراجعت میکند، البته که همون طاغوت را عبادت کرده شده است و همین طاغوت را به خودش رب گرفته شده است، اله گرفته شده است بجز الله سبحانه و تعالی. چگونه که خودی الله سبحانه و تعالی به ما بیان کرده است در سوره توبه آیه 31: اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. علماهای خود، پیشواهای خود را ارباب گرفتن بجز الله. پس بدانید که در سوره نساء هم الله میگه در 60 که یریدون ان یتحکموا الی الطاغوت و قد امروا ان یکفروا به. میخواهند، اراده دارند و قصد دارند که تحاکم بکنند، یعنی مراجعت به محکمه‌های طاغوتی بکنند، در حالتی که الله امر کرده بود که کفر ورزید. در این دنیا دو محکمه وجود دارد، محکمه الله و محکمه شیطان، محکمه رحمان و محکمه شیطان، محکمه الله و محکمه طاغوت جاهلی. یا انسان مراجعت به محکمه الله میکند یا مراجعت به محکمه غیر الله میکند که فرقی ندارد. با کدام نمودی نباشد محکمه غیر الله محکمه طاغوتی است. خودی الله گفت و در آیه دیگر گفت اف حکم الجاهلیت یبغون، پس جاهلیه، محکمه جاهلیت و محکمه طاغوت است. در سوره انعام آیه 120 گفت و ان اطعتموهم انکم لمشرکون. اگر شما مشرکا رو اطاعت بکنید همانا که شما هم مثل همونها حتما مشرک میشید. پس برای مسلمان فرض عین است که در یگان مسئله از مسائل حکمی به مشرک، به کافر اطاعت نکند، تنها به محکمه الله و به الله و رسول اطاعت بکند. و البته این عزت است و این سربلندی است. پس ببینید چرا الله اینچنین امر کرد که به محکمه غیر الله نروید، به سوی قانون غیر الله نروید، مراجعت به قانون غیر الله نکنید. سر این چیست؟ حکمت از این چیست؟
خیلی که در علم مقاصد شریعه مقصد شریعت رو، یعنی مقصد شریعت چیست، مقصد الله چیست، الله از ما چی میخواد، یا که سری این چیست. علما میگن که همونو که حکم کردن و قانون برآوردن و ساختن قانون ها، این یکی از خاصترین بگویم عمل‌هایی است که از خصوصیت اله است. اله، معبود، اله حق، معبود حق، یگانه ذات است که حکم میکند، قانون میبرارد و قانونها را ترتیب میدهد. این یکی از خاصترین خصوصیت های اله است. یک کسی بیاید دعوا کند که من حکم میکنم، قانون میبرارم و کانستیتوسیون میسازم، پس خصوصیت های الهی را به خودش نسبت داده یا که به غیر الله نسبت داده. سبحان الله. اگر همین قانون برآوردن، حکم کردن، قانون ساختن را به خودش نسبت دهد، خودش را اله گفته است، خصوصیت های اله را به خودش داده است. اگر به غیر الله همین را بدهد، پس به غیر خودش به کسی دیگر بدهد، همون کسی دیگر را اله گرفته است، گفته است که همین اله است، همین معبود است. اعوذ بالله. هر کسی که به خودش همین خصوصیت های الله را نسبت بدهد و دعوا بکند و به غیر الله سبحانه و تعالی به دیگر انسان ها نسبت بدهد، بداند که دعوای الهیت کرده است و دعوا کرده است که این خصوصیت های الله را این هم دارد و از نفس خودش یک ند شریک به الله قرار داده است، یعنی خودش را شریک الله قرار داده است. یعنی گفته است که من شریک الله هستم در حکم برآوردن، قانون برآوردن، کانستیتوسیون ساختن. اعوذ بالله من ذلک. و این عین شرک و کفر است، شرک اکبر و کفر اکبر است. بدانید که الله در سوره یوسف میگوید آیه 40 که این الحکم الا لله امر الا تعبدوا الا ایاه ذلك الدین القیم ولكن اکثر الناس لا يعلمون. همانو که همه حکم از آن الله است و الله امر کرد که بجز او الله یکتا و یگانه کسی دیگری را عبادت نکنید. امر الا تعبدوا الا ایاه. همه حکم از آن الله است و الله امر میکرد که غیر الله را عبادت نکنید. یعنی این که حکم از آن الله شد و به یگانه حکم الله حکم کنید، به حکم غیر الله حکم کنید، گویا که شما غیر الله را عبادت کرده اید. و همین دین قیم است. اما ولیکن بسیاری انسان ها نمیدانند. پس بدانید که حکم یگانه از آن الله است. هیچ کسی به الله در حکم کردن و حکم برآوردن همراه شده نمیتواند. این عبادت است که ما نباید به غیر الله صرف بکنیم و حکم برآوردن را فقط از الله بدانیم و به حکم الله حکم بکنیم، یگانه به حکم الله حکم بکنیم. این را میگن توحید الحکم، یعنی یگانه به حکم الله حکم بکنیم. توحید العباده، یگانه عبادت را به الله انجام بدیم تا که تمام دین، همه دین از آن الله باشد. اما اکثر مردم نمیدانند. بسیاری مردم جاهلند، بیخبرند. عبادت را فکر کردند که فقط سجده کردن و روزه داشتن است. بله ما وقتی که عبادت میکنیم، عبادت میگویم، کلمه عبادت رو استفاده میبریم، بسیار هستند انسان ها، نه فقط انسان ها، حتی بنام طالب علم و علما فکر میکنن که عبادت فقط سجده، نماز جمعه، عید، روزه، حج، زکات. 5 وقت نماز خونده آرام بسم الله تسبیح گردانده گردد، انا من عبادت است. میگه که به من چی فرق دارد؟ من درباره مشرکا صحبت نمیکنم، من وظیفه دار نیستم که مشرک بگویم، من وظیفه دار نیستم که در مسئله حکم این چیزا گپ بزنم. این مسائل سیاست است، پلیتیک است. این مسئله به سخن کردن این ضرور نیست میگه و به همین خاطر مشرک میشود. هر کسی که میگه که من وظیفه دار نیستم که مشرک رو مشرک بگویم، پس یک عبادتی که الله امر کرده ترک کرده و مشرک شده است و دروغ گفته است به الله و رسول. و کسی میگه که مسئله حکم، مسئله قانون برآوردن، مسئله قانون ساختن، مسئله دولتداری، این مسئله سیاست پلیتیک است. پلیتیک چیزی افلاس است، نباید سخن کنیم این و آن دین از دولت جدا است. میگه این مرتد شده است و به شرک گرفتار شده است. بله پلیتیک کفر برآورده، این پلیتیک شرکی هست، کفری هست، نجس است. اما پلیتیک سیاست شرعی البته که این بهترین سیاست است که
هر یک مرد و زنی مسلمان باید داند. برای این بدون این ناممکن است. بارک الله فیکم. سبحان الله. گمان کردن که هر کسی که بغیر حکم الله نازل کرده حکم بکند یا که مراجعت به محکمه طاغوتی بکند، فقط لا اله الا الله گوید، نماز خواند، تمام با همین مؤمن هست و مسلمان است و الله را عبادت کرده است. نه والله. الله خودش ایمان را نفی کرده است. به ایمان گفته است. بالکل یک انسان را ایمان ندارد گفته است. هر کسی را که حکم الله و رسولش را ترک کرده است. یعنی این را عبادت میگویند که امروز از همه جهت این مفهوم عبادت را از من و شما دور کردند و نمیخواهند که صحبت بکنیم. وقتی که صحبت میکنیم ما را سبحان الله دشنام ها میدهند و البته که خوارج میگویند و از جانب دیگر عاملی اینو اون میگویند. این همه از سبب نقصشان است و از سبب اینکه ضد ما روبروی ما حجت ندارند و مجبورند که طعنه بزنند. خیلی که مشرکین قریش پیامبر صلی الله علیه و آله را مجنون، ساحر، شاعر و غیره میگفتند. و بدانید این چنین یک قسم عبادت است که امروز از بین من و شما برداشته شده است و همین را 100 ساله ها کفار میخواست که برداشته شود و البته که یک قسم به نتیجه رسید و امروز یک عده کمی از مسلمان ها میدانند که این عبادت بزرگترین عبادت و از اصل دین است. این عبادت چیست؟ الحب فی الله والبغض فی الله. دوست داشتن به خاطر الله و بغض و عداوت کردن به خاطر الله است که ما در مسئله الموالات و در مسئله البراءه سبحان الله یک چند حلقه ها رو در پیش از این حلقه در همین سلسله درس‌های توحیدی به شما بیان کردیم که 1 بار 2 بار 3 بار گوش بکنید. بزرگترین عبادت است که فراموش کردیم. چرا که کفار مجبور کردن طاغوت‌ها و لشکرانشون را، این مرتدهای منافقین را که انا همین حب فی الله و البغض فی الله و مسئله موالات و معادات را از تعلیم منهج درسی ما بیرون بکنند. دوستداری ما باید به خاطر الله باشد. این بزرگترین عبادت است. بغض و عداوت ما به خاطر الله باشد که بزرگترین عبادت است. موالات و معادات میگن. پس هر کسی که موالاتش و معاداتش، دوستیش و دشمنیش، یعنی دوست داشتنش و بد دیدنش به خاطر الله سبحانه و تعالی باشد، به الله باشد، لله باشد یا که فی الله باشد و دوست می‌دارد هر کسی را که الله او را دوست می‌دارد و بد ببیند هر چیزی را و هر کسی را که الله بد می‌بیند، موالات بکند هر کسی را که الله او را دوست می‌دارد و به او خودش را ولی گفته است، موالات بکند به هر کسی که الله و رسول را موالات می‌کند و دشمنی بکند هر کسی را که دشمنی به الله و رسول می‌کند و راضی بشود به همون چیزی که الله راضی شده است و غضب بکند به همون چیزی که الله غضب کرده است. والله این در حقیقت بنده الله است. در حقیقت عبادت را یگانه به الله انجام داده است. پس بدانید هر کسی که مناط حبش، یعنی اصلی حب یا که حبش و بدبینیش، دوستداریش و بدبینیش و موالاتش و معاداتش به غیر الله تعالی باشد، غیر الله سبحانه و تعالی عبادت کرده و به شرک داخل شده است. یعنی هر کسی که دوستیش و دشمنیش را به خاطر الله نکند اما به خاطر حزب، به خاطر وطن، به خاطر ملت، به خاطر قوم، به خاطر خویش و تباری، به خاطر رئیس بکند، هر کسی که رئیس مرا دوست داشت دوستی من است، هر کسی که رئیس مرا بد دید او دشمنی من است، هر کسی که پیشوای مرا پیشوا گفت و سجده کرد او دوستی من است، من به او دوستی میکنم، احترامش میکنم. هر کسی که پیشوای مرا قبول نکرد من رو قبول نمیکنم. هر کسی که حزبی مرا قبول کرد و درست گفت او پس برادر دوستی من است. هر کسی که حزبی مرا نهضتی مرا درست نگفت پس او گمراه است و در حزب من نیست. پس این موالات و معادات را یا که بگویم حب و بغض را به خاطر الله انجام داده ایستاده است یا که به خاطر وطن، ملت، رئیس، کرسی، حزب، بله به غیر الله انجام داده است. و این حزبش و این رئیسش و این وطنش، این ملتش، این پرچمش، این بیرقش، این همه طاغوت گشته است. طاغوت کرده و طاغوت پرست شده
و البته که به شرک واقع شده است. من و شما اهل توحید باید چیکار بکنیم؟ یک کسی رو وقتی که دوست داشتیم و احترام کردیم، همین رو به خاطر الله بکنیم. چرا؟ چگونه به خاطر الله؟ الله گفت که من موحدین رو دوست می‌دارم، پس من و شما هم موحدین رو باید دوست بداریم. الله گفت من از موحدین و انسان‌های خالص راضیم و از اونها خرسندم، و هم از اونها راضی باشیم و خرسند باشیم. الله گفت من غضبم میآید از کسی که موحدین رو بد می‌بیند. من و شما هم باید موحدین رو بد نبینیم. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك سميع الدعاء. ای الله، ای ربنا ای الله، ای رب ما، لا تجعل في قلوبنا غل، در قلب ما یگان غل غش رو نسبت ایمان آوردگان قرار نده. پس باید بدانید که این نمود عبادت رو هم گرفتند. امروز در این عصر 20 و 21 دو نمود بزرگترین عبادت رو ما فراموش کردیم. عبادت اول، نمود اول حکم، تشریع، تحاکم. عبادت دوم الحب في الله والبغض في الله، الموالاة والمعاداة، الولاء والبراء. و انا همین عبادت که فراموش شد ما خور شدیم، ذلیل شدیم، به دهقانی مشغول شدیم، به تجارت مشغول شدیم و آهسته آهسته به غلامی کفار سرخم کردیم. بدانید که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چی گفتند؟ اوثق عور الایمان، بالاترین درجه ایمان چی است؟ یا که اوثق عور الایمان، از همه جای بهترین، قویترین، نازکترین جای ایمان این چی است؟ الموالات فی الله، مغز ایمان. این موالات کردن به خاطر الله، دوستی کردن به خاطر الله، محبت و برادری کردن، احترام کردن، کمک کردن به خاطر الله، نه به خاطر اینکه من تاجیک هستم، ازبک هستی، تو از ملتی من هستی، تو از دهه من هستی، تو از وطنی من هستی، تو در زیر حربی من هستی، پرچم من هستی، حزبی من هستی. نه، به خاطر الله. عرب هستی، عجم هستی، فارس هستی، سین هستی، سیاه هستی، سفید هستی، وقتی که موحد هستی پس من به تو موالات میکنم، تو رو کمک میکنم و دستگیری میکنم. این بزرگترین ایمان است و بزرگترین، سبحان الله، لذت چشیدن ایمان و اوثق عور الایمان است. و المعادات فی الله، و دشمنی کردن به خاطر الله، دشمنی کردن به دشمنان الله، بد دیدن همون چیزهایی که الله بد میبیند، بد دیدن کفار و مشرکین و منافقین و مرتدین. این از اصل دین است. و الحب فی الله، دوست داشتن به الله یعنی به خاطر الله، بغض فی الله، به خاطر الله. یعنی حب و بغض این عملهای قلبی است، اما موالات و معادات عملهای جسمی است. یعنی نصرت دادن، ظاهرا مسلمان رو به قلبتون محبت میکنید و دوست میدارید و ظاهرا کمکش میکنید، نصرتش میدید. و البته این چنین به قلبتون کافر رو بد میبینید و ظاهرا نصرت میدید. بگویم معادات میکنید، دشمنی میکنید. مسلمان رو ضد کفر یا که به خود کفر مباشرتا دشمنی میکنید. این روایت رو امام احمد رحمه الله و غیرشون روایت کردند. پس ببینید چرا پیامبر صلی الله علیه و آله گفتن اوثق عور الایمان، الموالات والمعادات، الحب والبغض فی الله، اوثق عور الایمان گفتن، اوثق عور الایمان، برای اینکه بالاترین درجه عبادت رو انسان تحقیق میکند. وقتی که به خاطر الله کسی رو دوست می‌دارید و نصرتش میدهید و کسی رو به خاطر الله بد میبینید و دشمنیش میکنید، شما از این میبراید که به درجه بالاترین عبادت رسیده اید. سبحان الله. و باید بدونید که هر کسی که همین عملها رو به غیر الله بدید، پس عبادت غیر الله را تحقیق کرده و به شرک واقع شده است. الله المستعان. با همین این حلقه رو به پایان میرسونیم و به شما میگویم که مختصرا عبادت را درست فهمید، توحید شما درست می شود. زیرا وقتی که عبادت را حقیقی، دایره عبادت را فهمیدید، از کجا عبادت سر می شود و تا کجا تمام می شود، بعد از این همین عبادت را یگانه به الله انجام دادید، فهمید که انا من تحقیق توحید است. بارک الله فیکم و حیاکم الله و بیاکم.